سال 92 اگر آقای هاشمی و آقای مشایی بودن، آقای روحانی رأی می آورد. آقای هاشمی هم رد شده سال 92. از دلخورید از اصلا تایید هیچی. نشدن آقای مشایی یا از تایید نشدن آقای هاشمی؟ اینجوری وارد نشید. ما اینجوری که شخصیش کنیم که مسئله کشور نمیخوام حل شخصی نمیشه. کنم. الان مخاطب ما من داریم میگه که چون آقای هاشمی آقای مشایی تایید نشده، آقای احمدی نژاد به آقای رفسنجانی هم اشاره میکنه. آقا اصلا هر چی ما اگه بخوام نیت خونی بکنیم که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد دیگه. در حالی که نیت خانی دیکتاتوری درست میکنه، نیت خانی فساد درست میکنه. ما نیت رو چه کار داریم؟ آیا 7 درست هست یا نیست؟ چه کار داریم با چه نیتی میزند؟ به محض اینکه ما وارد نیت خانی وارد شیم، کارمون به شکنجه کردن مردم میرسه. نیت خانی یعنی چی؟ کجا قانون اجازه ما نیت خانی کنیم؟ کجا اخلاق اجازه ما نیت خانی کنیم؟ آقا ایشون اومده میگه امروز هوای تهران آلوده است، درجه رو میذاریم آلوده بود، میگیم خیلی ممنون، دستت درد نکنه، تلاش میکنیم کمش کنیم. نه، تو چون فلان هستی داری میگه آلوده است. اون بینیتش کار داری. اگر هم آلوده نبود میگیم آقا ببینین گیج درجه نگاه کن، آلوده نیست، شما داری اشتباه میکنی. اصلا مشکل سیاسیون ما اینه، حرف برای گفتن ندارن، دائم یا نیت خونی میکنن. یعنی به طور میگن نه این نیتش غلطه پس حرفشو بذار کنار. آخه جمعیت اصلاح طلب که بالاخره یه پای انتخابات یکی از در واقع گروه‌های سیاسی مملکت ما هستن، فرما شما رو تایید نمی‌کنن. مگر باید تایید کنن؟ مگه ملاک اونها؟ یعنی شما یه حرفی میشنوید نگاه میکنید این گروه تایید کرد، اصلا اینو بذاریم کنار. ما میگیم آقا شما اصلا به چه دلیل اینو رد کرده؟ برگردیم به چه دلیل رد کرد؟ برگردیم سر این نقطه. به چه دلیل رد کردید؟ مگه حق داشتید رد کنید؟ کسایی که خودشون سنشون بالاتر از آقای هاشمیه گفتن ایشون سنش بالاتر، ما رد میکنیم. این منطقو کسی نمیپذیره. ببینید حالا قدرت دستمونه اعمال میکنیم، ولی با این کشور درست نمیشه.